like a Hellcat. پیامبر گرامی ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولا الى انسابكم ولكن ينظر الى قلوبكم میگو و اعمالكم. آخه من صورت تماما تا قیامت در کار نیست. بگو صورتی تو سیاه، کبوت، زرقی، زردی، چیزی هستی، صورتی تو من لازم نیست. مالی تو میلیونری، تو کمبغلی، تو میانه‌ای، تو چیزی هستی نیستی، مالت هم در کار نیست. تو بچه مولوی، بچه حاجی، بچه پیغمبری، بچه کسی هستی، اینش هم حل نمیکند گفت. بلکه در نزد ما گفت پیامبر دل تو عمل تو معتبر است. برادر عزیز، دل تو و عمل تو این است آن چیزی که برای شریعت ما در کار. دلی تو سر لیچی را چیکارش میکنی؟ و ما برای شما یک مثال آوردم. یک محمد صالح پردیل آمد، یک سر لیچ داشت. تمام مردم مسلمان در بالاش میسه که بالا یک اصل در زنبور جمع شد، در بالاش غور داشتن. آخی سری را چیکارش میکنی؟ حاضر اگر با تاکیدار سلدار را تنقید کنم میگنی برای چی بود؟ از بایی صاحب میگفت مخور صاحب با سلدارا و تاکیدارا قدردانی کنن. برای من سلدار و تاکیدار و به تاکی همه برادرای من. این برادر است در نظر من هم تا نگاه کنم همه سر لیج باشین میگم همه سرت پوشیده ای، هر ندارد منده. مخور صاحب خودش میگو و دانا بودن و با عقل بودن. امروز ما مسلمانی را در همین تاکی و در سله دیدیم. تمام خیال من همین من در تاری سرم تاکی و یک کس در سرش تاکی داشت. آخه وجودی را چی میدانی تو کیه؟ وای با چی مقصد آمده است؟ با چی حالی چی میدانی دربار تو؟ شاید یک سلدار یک تاکیدار شیشتگی است که همیشه از رنگ نمودی من بیزاره ای تام بیزاره ای. و چی میدانی تو این قصاده شدنی تو هم؟ مخور صاحب خودش میگو مخور صاحب فریبی فضل امامه زاهید. صاحب یکی یگان جا دیدی که همین تا چنده که سله کلان شد یکی فریب نخوری. نگوی که همین جا از دین، همین جا از هدایت، همین از آدم لازمی، یکی هم تا به او بهانتی. مخور صاحب فریب فضلی امامه سله را میگن امامه زاهید که در گنبد زیبه مغزی صدا بسیار میپیچد. گنبز نگاه کو هم قد کلانی هست که بگو 20 بار میا درنش خالی های، لیکن درنش پوری صدا های. آدمی را نه به نطق نه به ریشو نه به جان، توتی هم نطق و بوزم ریشو خرم جان دارد. رومی میگه برادر عزیز دازین تا کیکاتون سر تونده باشد، عرق چینکاتون سر تونده باشد، خب سلکاتون سر تونده باشد. من صدقه حمد میشم از سخنای من آن چیزی که میگم به خاطر خدا میگم. شما ملالتان نآید. من زیدی سله و تاکی نیستم، ولی مقابل سرلیچا هم مبارزه نمیبرم. زیرا مرا نمیگذارد آن چیزی که خواندم مرا نمیگذارد که من اینها را مثل دیگرها پیش کنم گویم برد اینجا جای تو نیست. برای چی کلیسا رهشان میتد؟ از کلیسا بروند از تو در همون ملای کلیسا با عقلی که میگه بیا بچم بیا خوش آمدی بیا. یا در یک رستوران هایی که فسق و فساد باشد از تو در با عقلمو زنکای افیتسان کن که همین قرقرسند میشه میان میگه بیا دادر جان بیا میبره بهترین جا دمشتونش. خدا نگهتان داره برادر عزیز. Like a Hellcat.
Thank you.